الحمد لله على عدله وإحسانه، والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه، وبعد. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في هذه الأمة في آخر الزمان رجال معهم سياط كأنها أذناب البقر، يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه. در سلسله از علامات روز قیامت، در علامت ششم، حدیث ابی امامه باهلی، صحابی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را شرح می‌دهیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث علامت از علامات نزدیک شدن روز قیامت را برای امتانش خبر داده است و می فرماید: یکون فی هذه الامه فی آخر الزمان رجال معهم سیاط. در امت من در آخر این زمان مردهای به دنیا می آیند، مردهای به دنیا می آیند که در دستان اونها قمچین‌های هستند که مردم را می زنند. اونها در لعنت و غضب الهی قرار دارند. در روایتی دیگر برای ابو هریره رضی الله عنه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند: ان طالت بك مده او شکت ان ترى قوما یغدون فی سخط الله و یروحون فی لعنته فی ایدیهم مثل اذناب البقر. ای ابو هریره، اگر عمر تو دراز باشد می بینی مردمی را که اونها از صبح تا شام در لعنت و غضب الله جل شأنه گرفتار هستند، در دستان خود قمچین‌های دارند مثل دمهای گاوها و مردم را میزنند. امام مسلم رحمت الله علیه این حدیث را در مسلم روایت می کند و امام نووی رحمت الله علیه می فرمایند: لا تفارقهم اللعنه ولا یفارقهم الغضب والسخط. از این ملت جنایتکار لعنت الهی و غضب الهی دور نمی شود، لأنهم یظلمون العباد و یحاربون العباد و یقتلون العباد. زیرا اینها مردم را آزار می دهند، مردم را ظلم می کنند، با مردم می جنگند و مردم را به قتل می رسانند و مردم را لت و کوب می کنند، حال آن که هیچ حجت و هیچ دلیل ندارند. بلکه این ملت بیچاره ملت مظلومی هست، ملتی هست که همه حجت و برهان در دست اوست. فهؤلاء جزاؤهم عند الله انهم یغدون فی غضب الله و یروحون فی سخط الله و یروحون فی سخط من الله سبحانه. فجزای این ظالمان این است که اونها از صبح صادق تا فرو رفتن آفتاب و از فرو رفتن آفتاب تا صبح صادق دیگر آمدن در غضب و لعنت پروردگار عظیم الشان گرفتار هستند. دعا کنیم که الله جل شأنه از جمله این ظالمان ما و شما را نگرداند تا علامات دیگر در پناه خداوند عادل و پرقوت بمانید.